سلام و عرض ادب، در خدمت شما هستیم با دومین قسمت برنامه فیلم نگاه. این سری اول، سری دوم میخوام با یک سریال فوق العاده قشنگ شروع کنم که خیلی قشنگه و من جزو تنها سریال هایی بود که دنبال کردم و خیلی لذت بخش بود و این سریال رکورد 5.5 میلیون بیننده رو داشته تو فصل دومش. تو فصل اولش که خارق‌العاده کار کردن، تو فصل دومش 5.5 میلیون بیننده رو داشته. سریال سرخوشی سریالی است که این روزا، اون روزا که پخش میشد و این روزا که برای فصل سوم هم تمدید شده، سریال فوق‌العاده خوبیه که مشکلات جوونا رو بررسی میکنه، اهم از اعتیاد، رابطه جنسی، رابطه همجنس بازی. خیلی سریال خوبیه و کانال HBO Max و این HBO رو به ثبت رسونده، در صورتی که یک شنبه شبا پخش میشه این سریال. فصل سوم این سریال رو گفتن که قراره به زودی بیاد. فصل اولش سریالی که به خاطر همه گیری کرونا بود، ساخت دومش به تعویق افتاد و اخیراً یک فصل ویژه داشت که ما اونو مورد تحسین قرار میدیم. اون یک فصلی که ما رو تو دوران کرونا به خودش مجذوب کرد. این سریال در پوسته جنسی، مواد مخدر، حس عمیقی از همجنس بازی رو به روی ما میگوشونه. یه نیشخند پست مدرنیستیه که پشتش عصبیت و عشق و اینا هستش. این سریال 3 فصل داره، 2 فصلش که تمام شد، فصل سوم قراره بیاد. داستان یه دختریه که با خانواده‌اش هیچ جوره نمیسازه، با یک دختر دیگه تو دبیرستان آشنا میشه، هم جنس باز میشن، با اون مواد میکشن تا به مرگ، روی مرگ مواد میکشن اینا با هم. داستان همکلاسیاشو نشون میده که همکلاسیاش، یکی از همکلاسیاش که خیلی باش رفیقه، با پدر یکی از همکلاسی دیگه‌اش رابطه داره و شخصیت‌های اهم از خیانت و رابطه داره این سریال به شخص من خودم نگاه کردم، خیلی چیزا رو به من فهموند که هیچ چیزی تو این دنیا جز اعتیاد، چه اعتیاد به رابطه جنسی چه اعتیاد به مواد، آدم بدبخت نمی‌کنه و این دختر هم سعی میکنه که از اعتیاد فاصله بگیره. جالب توجه اینه که 2 نفر از اینایی که تو این سریال بازی کردن، یعنی تجربه اولشون بوده، یعنی آنچنان تجربی نداشتن. این سریال ساخته سام لوینسن بوده که یه سریال مینی اسرائیلی بوده که سازندگانش اومدن اینو مخلوط کردن، به هم چسبوندن که شون نسخه آمریکایی، که علاوه بر اون دریک خواننده و رپر تهیه کننده معروف آمریکایی جزو تهیه کننده هاش بوده. زندیا بازیگر جوان و خوش خنده و خوش چهره آمریکایی هم نقش اصلیش بوده. دیگر جواناش که میشه هاندر شیفر، سیدنی سوینی، جیکوب آلوردی، البته این استرالیاییه، باربی فریرا، الکسی دامبی و مود آپاتو اشاره کرد. سریالی که واقعیت نشون میده دبیرستانا چی مشکلات روحی نشون میده، چه مشکلاتی دارن جوانا که خانواده سرسری میگیرن. یک درام تلخ و منجمد کننده در روی مشکلات خانوادگی و انحراف یک گروه از نوجوانان دبیرستان که هویتشون در لابلای رابطه جنسی، مشکلات خانوادگی، اعتیاد، عشق، دوستی، انتقام هست. هرچند که در دهه‌های اخیر ساخته سریال تینیجری با کیفیت بسیار خوبی روبرو بودیم، همچون Rivalry در Strong Things و 30 Reasons Why که طرفداران بسیار زیادی داشت، اما این سریال شما رو میتونه میخکوب کنه. کاملا صحنه‌های خیلی خوب نمایشی و جدا از این هر چیزی بگم، این سریال باعث میشه اصلا نفهمید وقت کی میگذره. اپیزودهای خیلی خفنی داره و گیرای خاصی داره، مثلا شخصیت
سریال فرار از زندان رو کردم، خیلی سریال جالبی بود. حالا این سریال هم شما 2 فصل اول حتی یه قسمت اولش رو ببینید، مطمئن باشه پشیمون نمیشید، بکوب تا فصل دومش رو ببینید. فصل سومش هم گفتن خرداد ماه میاد یا شهریور ماه و سریال فوق العاده خوبیه و نظراتتون رو کامنت کنید برام و لطف کنید کانال منو سابسکرایب کنید که من بتونم با اشتیاق بیشتری به شما ویدیو بدم. حمایت کنید که سریال های اکشن، سریال های تاپ آمریکایی، سریال های خیلی خوب رو به شما معرفی کنم، همچنین هم از فیلم سینمایی های روز دنیا. خیلی ممنون، خدا نگهدار.